در 6 ماه سال جاری نیکوح در تاجیکستان زیاد شده، بکارشوی عقد نیکوح کمتر ثبت شده است. مظفر اشوریان وزیر عدلیه ضمن نشست خبری گفت در نیم سال اخیر در تاجیکستان 32851 حالت عقد نیکوح ثبت شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته قریب 2000 بیشتر است. بکار کنی عقد نیکوح سال 2022 بود 7265 در نیم سال یکم، امسال 5370 1895 حالت کم 26% که این حساب میکنم در این کمشوی نقشی کارمندان مقامات سرش و عموما مقامات عدلیه هم هست، چون که ما کارهای ترغیب و تشویقاتی میبریم. این نشان دهنده 26% کم شدن بسیار تمایل خوب است. جداشوی اویله‌ها در تاجیکستان یک موضوع نگران کننده است، چون با جداشوی هر اویله ده‌ها کودک از تربیت پدر یا مادر محروم میشوند. اول امسال در تاجیکستان بوج دولتی را برای قطع عقد نیکوح 7 برابر بالا بردند. اکنون هر کسی که میخواهد از شوهر یا زنش جدا شود باید به دولت قریب 500 سومانی سپارد. پیشتر این مبلغ 68 سومانی بود. تحلیلگران چند عامل دیگری را باعث کم شدن آمار طلاق میدانند. شاید مرد به خاطر دست کشیدن از دادن الیمنت عریضه نمیدهد، ولی در اصل آنها زندگی نمیکنند. و دوم حالت شاید که همسر مادر کودک امید دارد که آینده زندگی خوب میشود و نمیخواهد سر و سامانی کند و عامل‌های دیگری هستند که وابسته به دستگیری نیافتن از جهت مالیوی میتواند که همین کاهش‌یابی جداشوی اویله‌ها که در آمار رسمی وارد می شود فقط گرفته نشود. سال 2022 بیش از 13000 خانواده از هم پاش خورده بود که نسبت به یک سال پیش 162 عدد بیشتر است. کمیته کار با زنان و اویله تاجیکستان آن زمان گفته بود تلاش دریافت شهروندی روسیه توسط نیکوح‌های قلبکی یک سبب افزایش آمار طلاق در کشور شده بود. پس از حمله روسیه به اوکراین و اجباراً به جنگ بردن خارجی‌های دارای شهروندی روسیه، دریافت حق شهروندی این کشور کم شده است. اما شهروندان تاجیکستان در همین شرایط هم خواستار دریافت شهروندی روسیه بودند.